فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و ما بیننده در رابطه با این پرسیدن که اگر کسی خودکشی کنه سرانجامش چی میشه، یعنی سرانجام نهاییش در آخرت چی میشه و چه حکمی داره؟ خودکشی یکی از گناهان بسیار بزرگی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند اینها رو. و در روایت اومده کسی که در دنیا خودکشی بکند الان به هر انگیزه‌ای که باشد و به هر قصدی و به هر اندازه‌ای که بر اون بلا و مصیبت وجود داشته باشه، زندگیش سخت باشه، اقدام به خودکشی بکند این گناه هست و در واقع عذابش هم در روز قیامت به همین چیزی هست که خودش با اون کشته، اگر اعدام کرده باشه یا سوخته باشه یا به هر صورتی خودش رو کشته باشه، در روز قیامت هم مجازاتش همین موردی هست که الله متعال برایش قرار داده.